سلام دوستان، امروز بهتون یاد میدم که چجوری یک ایمیل بسازیم یا هم جیمیل. اگر در چینل ما جدید هستیم لطف نمایید چینل ما را سابسکرایب نمایید. میریم سراغ آموزش. اول میریم اپلیکیشن جیمیل را باز میکنیم. بعدا سر 3 دات کلیک میکنیم. بعدش پایین میاییم سیتینگ میزنیم. بعدش اد اکاونت میزنیم. بعد گوگل. یک لحظه صبر میکنیم. گریت اکاونت میزنیم. بعد for my personal use ایره میزنیم. منتظر میمانیم. بعدش first name میزنیم. نامتان نوشته میکنین. من نام خدا نوشته میکنم و پایینش هم تخلص و next میزنیم. بعدش سال تولد خدا میزنیم. بعد ماه خدا میزنیم و روز و پایینش هم جندر میل انتخاب میکنم. next. بعد اینجا نام خدا نوشته میکنین، مثلا زاهد خان AFG. next میزنم. این قبول نمیکنم، مثلا 234 نوشته میکنم. next میزنم. بعد به یک پسورد میتین. بعد next میزنیم. و اینجا هم شماره خود وارد میکنین. من شماره رو داخل نمیکنم، من سکیپ میزنم. به همین سادگی ساخته شد. و پایین میایین آخرش آی اگری میزنیم.